سلام به خدمت برابکسای عزیز، حالتون چطوره؟ امیدوارم همیشه حالتون عالی باشه و جیبتون پر پول باشه. خب بچه ها، من خودم اول یه معرفی ریزی بکنم. بچه ها، من همون که تو اسم چنلم دیدید سعدی فوت هستم و قراره تو یوتیوب فعالیت کنم، فعالیتی که گیمینگ، یعنی از ای فوتبال قرار براتون ویدیو بگیرم و بذارم ارائه بدم و ویدیو هم به شکل اوپنینگ باکس و آموزش دادن ترفندا و گیم پلیا و اینجور چیزا قراری باشه. خب و اینکه قراره به اون آدمایی که تازه به ای فوتبال ملحق شدن، یعنی فوتبال نصب کردن، اون ایونت ها رو اینا رو آموزش بدیم و اینکه چجوری جوایزشون رو بگیرن و اینطور ویدیوها قراری براتون آپلود کنم. و اینم بگم که این اولین ویدیوی منه که تو یوتیوب آپلود میشه، پس لطفا همین اول این ویدیو رو لایک کن و چنل منم سابسکرایب کن. خیلی 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 ممنون. میخوام از همین اول پرقدرت بریم جلو. و بچه اینم بگی که امتحاناتتون تموم شده یا نه. من مال امتحانای من دیروز تموم شد، چون شنبه امتحان ریاضی داشتیم، برف اومد تعطیل شد، انداختن پنج شنبه دیگه، نذاشتن شنبه بیاد و اینکه پنج شنبه دادیم ما از دست امتحان خلاص شدیم. شما هم ببین که امتحاناتون تموم شده یا نه. خب بریم سراغ ویدیو. بچه اول از اینکه اینا بگم که کنامی به خاطر اینکه بازیش 700 میلیون بار دانلود شده این جوایز رو قراره بهمون بده. حالا جوایزش چیه؟ یه دونه پوتو، یه دونه اپیک، البته اپیک نه، بلکه کارت اپیک 21 روز قراره بهمون بده که من الان جوایز رو چک کردم، فکر کنم همشو یه بار بهمون داده. اینو دیگه به خود شما واگذار کردی که چند تاشو کی بزنید، مثلا یه دونه میتونید در روز بزنید یا همشو توی یه روز بزنید، این دیگه به خودتون مونده. و اینم یه پوتو که داده به ما، یه دونه به مدت 3 هفته قرار بده. بعدش این پایین 3 تا تیکت اسکیل قرار بده، 210 تا کوین قرار بده، 100 تا ایکس پی قرار بده و 200 تا جی. توی ایونت ها اینجا رو میگم، اینجا قراره 180 تا ایکس پی بده به همراه 210 تا جی و 3 تا تیکت اسکیل بازم 90 تا ایکس پی. خب این از جوایزش. حالا ما میریم جوایز اینا رو بگیریم. ببینید بچه ها، اولا 3 تا بازیکن داده که نمیدونم فعلا کیان، ولی الان میگیریم میبینیم. ببینید اینا رو میبینید، همون شانسای رایگانی که میگفتم همشونو تو یه روز داده و به شما وابستگی داره که کی خرید کنید. ببینید اینا رو میگه، الان یه دونه، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا، 7 تا، 8 تا، 9 تا، 10 تا. فعلا 10 تا داده و بعدش اونم البته فکر کنم اینا مال چیز دیگه ای باشن، نمیدونم، ولی فعلا این شانس رو رایگان داده. دریافت کنیم ببینیم مال کدوم یکی از بازیکن است. و 150 تا کوین قراره الان بهمون بده و رودیگر رو قراره بهمون بده و این جوایزی که میبینید. خب همشو الان من دریافت میکنم. یه دونه این بازیکن رو داد که نمیدونم اهل کجاست، اوورالش هم 79. یه دونه اینو داد که 78، اینم 75. بله اینم همان رودریگر رو که میگفتم قراره بده، پوتوشو داده 90 اوورال با اوورال 94. خب الان ما 290 تا کوین داریم، یعنی کنامی به همون جایزه داد. خب جمع یه بخش 700 میلیون دانلود اضافی شده، جایزه رو دریافت کنم. خب که شما
و مأموریتش رو انجام میدین و میگیرینش. خب اینجا الان میایم میبینیم که بله دیروز پوتو اضافه شده که بازیکنان اصلیشون صلاحه و ذکر کنید صلاحه و تیو هرناندز و رودری، سه بازیکن اصلیشون. نظر من اگه اینا رو تونستین بگیرین که هیچ، اگه نتونستین اون یکی ارزشی ندارن. بازم این نظر شخصی منه، هر کی یه جوری فکر میکنه. و اینجا فکر کنم بچه‌ها اینم این تیکت رو میبینید سبز رنگه. مثلا این وقتی تو بازیکنان شو تایم آبی بود یا بازیکنان دیگه مثلا 2 اوورال اضافه میشد. الان هم این سبزه اومده تو پوتو، نمیدونم دیگه چند تا، اگه فکر کنم این 3 اوورال بهش اضافه میشه. اینجا نوشته مثبت 3، در حالی که اون آبی مثبت 2. اینم تازه به بازی اضافه شده، به نظر من 95 شده، 96. این 78 شده، 81، 72، 75 و اینجوری تا آخر. این فکر کنم خیلی چیز خوبی باشه برای پوتوها. اینم که قرعه ژاپن، قرعه تایلند، قرعه کره جنوبی، قرعه لهستان، قرعه مالزی. فکر کنم این بچه مالزی، این فکر کنم مالزی، قرعه هنگ کنگ، این قرعه هند، این قرعه عراق، این قرعه چین، این قرعه عربستانه و تموم شد دیگه. هم نبود بچه من همشون رو میخوام الان بزنم، چون که فکر کنم کره جنوبی ارزش داشته باشه، ارزش داره که سون رو بهمون بده. بقیهش ارزشی چندان نداره. بعد بریم ایونت ها رو بهتون معرفی کنم، بعد برگردیم اینجا. خب چه ایونت هایی که به بازی اضافه شده، یه دونه این ایونت یوروپیان کلاب، یعنی کلاب های اروپایی که اگه ببرید یعنی باز کنید و به حتی اکثر امتیاز برسید بهتون 20,000 تا XP میده. و تیم ملی که اگه باز کنید ببرید یه دونه شانس رایگان پوتو میده بهت. خب اینم از این. بریم اولین شانس رایگان ها رو بزنیم. این از اولی که مال ژاپنه. کیو داد؟ ایتو اسمش همچین اسمیه. پشمام یکی از بازیکنان اصلی رو داده. بله سومی رو داده. خیلی خوب، بدون اینکه هیچ کاری انجام بدیم. گوری تایلند. این بچه ها اسمش طولانیه، منم یکم گشادم دیگه، خودتون بخونید. چه بازیکنی رو داده؟ اولی رو داده. پشمام اما چه فایده، ارزش نداره. خب این قرعه مهمیه، برای همین من یکم یه باکتوری میزنم تا شاید سونا بهمون بده. خب اینم از این. خب بریم ببینیم چه بازیکنی رو بهمون میده. سون دیدی، سونو بیده، واقعا بازیکن خوبی. نه نداد، سونو نداد، اشکال نداره. خب بالاخره کنامیه دیگه، چی میشه کرد. 4مین بازیکن رو بهمون داده. و قرعه لهستان. خب من از این. قرعه مالزی. این مالزیه، اینو تو کامنت ها برام بنویسید، من نفهمیدم اینو مال کدوم کشوره. هنگ کنگ. خب
بعدش هم هند و عراق مونده فکر کنم. این از هند. دروازه‌بانش نه دروازه‌بان نیست، هیلاس فکر کردم دروازه‌بان. اینم یه دونه چین و از عربستان هم مونده هنوز. اینم عراق. بچه اون جوازی که گفته بودم 700 میلیون بار دانلود شده به خاطر اون میده، هر روز یه دونه میده به مدت 21 روز. من فکر کردم اینان، ولی الان دیدم که نه اشتباه میکردم. هر روز میده به مدت 21 روز. از این هم از آخرین گوره که مال عربستانه. حسن تنباکتی. خب تموم شد دیگه گروه های رایگان. یه دونه میمونده. این مهمه بچه ها، این مهمه. گروه اپیک خیلی خیلی مهمه. و ببینیم که چه بازیکنی رو میده بهمون. خب بریم ببینیم کیو بهمون میده. خب بسته دیگه. 1 2 هم سومی، اینم 4. خب اولی کنسل، دومی کنسل، سومی کنسل، 4. 1 2 3 4. خب ببینیم کیو ببینیم. نه ساده داده، از بازیکنان اپیک نداده. تو این شانس ولی زن اشکال نداره. از اینکه فکر کنم تا حالا کسی یعنی به ندرت شده که بشه با شانس رایگان بازیکن اپیک گرفت. بچه من راستش این 290 تا کوین رو میخوام چیز رو بگیرم. سب کن میبینم مال اینجا اسمش چی بود. میخوام این پسشو بگیرم، یعنی مثلا سب کن دارم پیدا کنم بهتون میگم کجا بود. بله مچ پسشو میخوام بگیرم. میخوام اینو بگیرم با 250 تا کوین. چون که ببینید بچه الان من تا الان اینجا باز کردم، ما 250 تا کوین میدیم، الان 50 تا الان بهمون میده. خب 50 تا دیگه اینجا میده، میشه 100 تا 150 تا 200 تا و نه 200 تا میده، ارزش نداره. 50 تا کمتر میده. برای چی بخریم؟ من فکر کردم که بیشتر میده، ولی نکته تونی کروزم بهش میده، به همراهش میده، ولی 50 تا یعنی 40 تا کوینامون از دست میره. پس بذاریم ارزش نداره ولش کنیم. برای همین میام یه اسپین بزنم. این گوره پوتو که هیچ، پوتو رو با شانس رایگان میزنم، ولی میخوام تو این باکس اپیک ایتالیا شانس خودم رو امتحان کنم که شاید که از بازیکنان اپیکو بهمون بده. البته فکر نکنم این اتفاق بیفته، ولی خب ما شانسمون امتحان میکنیم. حتی 2 بار با شانس رایگان زدم، ولی گفتم که شما نباید انتظار داشت باش که با شانس رایگان کنامی بهت بازیکن بده. خب کافیه دیگه. ولی کنسل، دومی کنسل، سومی و 1 2 3 ثانیه نگه داشتیم. بریم ببینیم کیو میده. ساده داده، بعد اپیک نداده. خیلی هم عالی. خب اشکال نداره، چه میشه کرد کنامیه. خب بچه فکر کنم دیگه فکر نمی کنم دیگه باز ویدیومون تموم شد. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و امیدوارم که
این ویدیو براتون خوب باشه. لطفا دوستان بازم یادآور میکنم چنل منو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو هم لایک کنید. خیلی خیلی ممنون. فعلا تا فکر کنم دوشنبه براتون ویدیو بتونم بذارم. دوشنبه میخوام دوشنبه فکر کنم بذارم که بیایم پوتو سلاحو باز کنیم و یه گیم پلی به همراهش بذارم براتون، ببینید بازی من چطوری نظر بدین دربارش. خب فعلا تا تقریبا میشه گفت دوشنبه. خداحافظ. بای بای.